مقامات تاجیکستان خبر یک نشریه آمریکایی اویدی تبدیل سربازان تاجیک گروگان طالبان با اسلحه را رد کردند. مسئولین سرریاست نیروهای مرزبانی و هم وزارت خارجه تاجیکستان میگویند که خبری در نشریه دیلی 20 چاپ شده اساس ندارد و یک تهمت است. مرزبانها میگویند سربازان تاجیک نه بر عوض سلاح یا پول بلکه با مساعدت شخصی امام علی رحمان آزاد شدند. مؤلف مطلب دیلی 20 در مطلب نوشت که بر اساس یک مذاکرات با مقامات تاجیکستان طالبان از دوشنبه گویا سلاح بسیار و مهم را گرفته به آزاد کردن 4 مرزبان تاجیک راضی شدند. این سربازان بعد اسارت نیم ساله توانستند به تاجیکستان برگردند. حالا در خط با ما از دوشنبه همکارم میرزا نبی خالقزاد است. بیایید اول درباره جزئیاتی به گرو افتادن مرزبان‌های تاجیک یادآور شویم. میرزا نبی. بله تشکر. طور بینندگان ما آگاهی دارند در ماه دکبر سال گذشته 4 نفر سربازان قسم حربی سرریاست مرزبانی تاجیکستان هنگام چیدن هیزم که در فصل سرما بود از طرف گروه طالبان بازداشت شدند و تقریبا 5 ماه در اسارت طالبان نگاه داشته می‌شدند و این خبر در سایت رادیو آزادی نیز به نشر رسیده بود و خوانندگان از این چیز آگاهی دارند. طور یک نشریه آمریکایی 26 اکتبر در یک صحبت با یک نماینده بلندپایه طالبان طاهر شمالزی ذکر کرده است که این نماینده طالبان با یک پاسپورت قلبکی طریق هواپیما به تاجیکستان آمدند و در دوشنبه در صحبت با نمایندگان حکومت تاجیکستان به این نتیجه رسیدند که در عوض سلاح می توانند که این سربازان که ذکر کردیم آزاد میکنند. طالبان حتی در این صحبت با دیلی بیست ذکر کردند که گویا این سلاحایی که از تاجیکستان گرفتند در عملیات گرفتن کندوزی که چند روز قبل شروع شده بود استفاده کردند و در این عملیات با موفقیت رسیدند. اما مقامات تاجیکستان این ادعاها را رد میکنند و میگویند که اینها یک تهمت در نسبت مقامات و حکومت تاجیکستان است. تشکر. همکارم میرزا نبی خالقزاد بود. ضمناً شکل مفصل این مطلب در سایت اینترنتی رادیوی آزادی دسترس است.